بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا محترم زنگی سلام سیزدهم روزی ماهی شعبان ماهی که بعد این ماه مبارک ماه رمضان می آید، همین ماهنده دعا اجابت بشدگی یک روز هست. امام شافعی رحمه الله میگن که بلغنا انه كان این دعا يستجاب في 5 ليالي. امام شافعی روایت کرده لسنده استوتیان که 5 شب هایی همون شبانگی دعا، همون شبانگی عبادت در نزد الله قدرش دارند. شب همون انسان الله به دعا میکردگی شب انسان یافتنش، همون شبانده خالص عبادت کردنش البته به انسان در نزد الله قدرش نوشته است. همون شب اخوش میگن که فی لیلت الجمعه، یعنی هر دعای میامدگی در شبهان در شب جمعه همون شب دعا، شب عبادت سمشته است. گاه ما با غم دنیا، با کارهای بیهوده بی‌پروایانه گذران ساده همون شب ما در نزد الله شب دعا اجابت سمشته است. یک سالنده 52-53 بار می آمده که این شبنده کدام شبنده الله که و چخیل دعا نصیب کرساس یا که نکرساس خدا ما ایوانون. لیکن دارم که اگر شب بیدار گذراندن اذن بدهد وقتنده به روایت امام شافعی شب جمعه بیدار گذراندن مستحب میشه، یعنی شب های ناز میشه. دویمش شب لیلت الاضحی، یعنی شب عید قربان. فردا عید قربان گفتگی روزنده همون روز شب عبادت حساب میشه است. اصلش اسلام منده روز از شب سر نشده، بعد عصر بعد ها بعد شام میگون روز آلش میشه. سال دین از شام سر کده جمعه در آمد تا امروز شام که بعضها تا عصر میگون تا عصر. روز جمعه در آمدگیش از دین انسان میشه. همه خود همین شب عید قربان هم همون روز عرفه بیگاهی بعد عصر یا بعد شام سر میشه. همون شب هم کنه بیدار به عبادت زرانه. خدا شکر بعضی انسان ها، بعضی همون دوست ها ما، بعضی همون شاگرد ها شبهای عید در مسجد میمونن. ممکن به انسان ها خالص برای خدا همین خدمت مسجد کردن نیت موسیان، لیکن دانن که همه انسان ها همون شبنده معلوم مقدار عبادت کردنشان در نزد الله و انسان های قدرشان نوشته است. قدر انسان در نزد الله برایش شدنش به یک تا سبب حمد است. و لیلت الفطر سیوم شب دعا، شب عبادت، شب از الله میپرسیدگی شبهای سیومش این شب روزی عید رمضان. فردا رمضان میشه گفتگی شب همون آخر روزی رمضان حرکت کنیم بیدار گذراندن برد. ایچنه بیدار گذراندن و نتانون مگردی سیه که آخرش میمونه کو سیه که آخر عموم از شام صبح دگری تا بامداده چند ساعت باشه دگری سه و تقسیم کرده
سیه که آخرش انده بیدار به دعا و عبادت مشغول شد مگری شاید که از همون اجابت دعا حق بودگی از شب شاید که مایم بحرم شد. دیمگی سیمش شب عید رمضان بود است و چهارمش یکم روزی ماه رجب، یعنی از شعبان پیش ماه رجب داشتن که همون ماه رجب یکم شبش خود شب جمعه باید، خود شب عید رمضان باید و یا که خود شب عید قربان باید منزل وقتی دعا وقتی عبادت است. الله نصیب کنه دیگری سانگش از 14-15 میگذشتگی شب ماه شعبان امروز 13 هم باشه دیگری فردا شب کدام انسان با عبادت نصیب کنه دیگری همه انسان نعمت در نزد الله منزلش یافته است. این بار این شب عید شب شعبان با دو تا سوی حدیث میارم. یکمش حضرت عایشه صدیقه میگن که پیامبر خدا بعد خفتن آمدن خرفتن وقتی تهجد به نزدیک پیامبر خدا خیسته تهجد میخواننده خیسته بینم پیامبر خدا در جای خرفتگشان نیستن. حاکمت پیامبر خدا طهارت کردن برامدن گفته گمان کردم. وقتی طهارت گذشت آن بسیار میموندگی مهلت نبود گذشت خواطر شدن برامدن همون جایهای میدگی در مسجد آزادم دیگه همون پیامبر خدا میگه اویلشان بوده تو همون اویله های پیدرشان بودن که کفش پیامبر خدا نیست. خواطر شدن میگن خواطر شدن از حدود مسجد بیرون برآمده بقیع قبرستان مابین پیامبر مایه و مابین قبرستان بقیع در جایی هم وقت دماغ فراخور داده است همونجا پیامبر خدا قبله دیده میشتن. عیسی آشه میگن اشتباه در رفته ای رسول خدا در همونجا بدید می گفتم همون اندر اصلا گفتن که از من خواطر شده می الله برکت یاد دونکی امشب یعنی همون شب شعبان رسیدنده این شب همین خیلی شب بزرگی الله برای اجابت دعای بنده هاش یحکم قوت آسمان به نزدیک میشه. کدام انسانی که بیدار است کدام انسانی که دستش در دعا هست کدام انسانی که در عبادت هست همش دعاش اجابت میکنه. فقط یک تا صفت نباشد در قلبش نسبت دیگر مومن ها کینه نباشد شاید گفتن اکل الهی همه انسان دارد همون مبادا قلب مونده نسبت یک دوست ما ممکن نسبت یک آدمی غیر دوست ما دشمن ما دوست ما یک آدمی ما سوی بفهم انسان در بالش قلب مونده همه خیلی کینه یا عداوت نگاه داشته باشم مگری و باشد اگری هوای با توبه کرده هوای از دل ما برآورده سال همون شب یافتنش به الله توفیق دهد اگری همون شب اجابت است. اصلا میگن که از عایشه بسیده میدانیمی ای عایشه این شبنده انسان های عددش مثل موی گوسفند ها باشد همه هاشان دعا کنند نگری همه هاشان دعاهاشان اجابت میکنند. گفته پیامبر خدا علیه السلام یعنی حیوان های اصلش موشه شمرده به امکان چیز و همه حیوان های همه گوسفند های عددش شمردن هم به ناعلاج و همه عددنگی همون گوسفند های موش هم شمردن ناعلاج کو و معنی که چند تا آدم باشد همش اگر همون شب
شعبان یابد و همون شبانده دعا کند الله اجابت میکند. گفته پیامبر خدا از عایشه گفتند. این حدیث را امام ترمذی در کتاب خودشان درباره همون فضایل اعمال، عملهای فضیلتش همون بابند آوردند. demak ibodat, duo hamma odat bormi? Hamma inson ham mobayni xudoshi mobayni Alloh hamda oshkor va pinhon baxshida shida va baxshida xatohom haymi. Demak az in manzilهای duo Alloh muyassar qiladi. Duyim hadis hamma ma'noda Muoz ibn Jabal Allohning shahid deganki, Payg'ambar Xudo aytganki, ey Muoz, کدام انسان شب شعبان نصف کند و همون بعد نصفش برآمده دعا کند، اگر و انسان مشرک نباشد و همون خیلی کینه‌چی نباشد، الله البته همه انسان دعاش اجابت میکند، توبهش قبول میکند. نه دویم همون صفات یعنی هم همون قبول کینه بوده است و دیگه‌اش مشرک نباشه شد، خدا و شریک نباشه شد. معنای مشرک الله استاده از الله دیگه‌اش و عبادت کردگی، الله استاده از الله دیگه‌اش و بندگی کردگی انسان مشرک بوده شده. ما از خدا پرساییم، ما خدا و شریک نباشیم، demek ان شاء الله ما مشرک نیستیم. بعضی همون خطاها ما باشه دیگری الله شاید ببخشد، چون بنده به خطا شدنش این ناعلاجی است. الله گفته این حدیث مسنده خیر العباد خطاؤون و خیر الخطاؤون توابون. بنده های ناش هم خطا میکند، همون فقط خطا کننده های نازش توبه کننده ها. همون ما توبه الله نصیب کردیم، demek خطاها ما در نزد الله پشتش سازش و همون توبه ما انشاءالله سبب میشه. برای همین هیچ وقت هیچ کس از الله همین خیر رحمتش ناامیدی صفت نبرمدنش نداره. در خلقت همین خیر فکرهای این شبی شعبان شبی برات صدقه نماز خونی خواندن در کار، یکمش به سوره اخلاص 3 بار، دیگه‌اش به یک بار خونفتگی، بعضی تفسیر ها های اینها به اساس نکنند اختیار خودش. لیکن همین خیلی کردن در کار خود است نگفته. همین شب من به عدد تا قلب حالم تا قلب طاقتم عبادت میکنم، نماز میخونم. سنوخه رسولم گفته ششمش کده نیون 10 رکعت باشدم 4 رکعت باشدم به اخلاص همون سه که آخری شب آینده براحتنده عبادت کنیم انشاءالله. خود حال گفتگی ما بگیم محل مستجاب دعا و انشاءالله ما صدا بشیدیم. این چیز دیمت درباره ماه شعبان. مندگی دوام صحبت مونده از بعض فعل هایی که ما دور شدرم در کار تکرار باشدم همه چیزا از نو گفته میگذاریم تا انسان تکرار و تکرار نشنوه دیگری انسان قلبش به جوش نمیده. اصلش هدایت الله فقط بنده هاش نرسانده خلاص، دست بندن هدایت نیست. رساندن میگلم شما شنوندگی انسان هایم برده همون الله فرمایش مینوان استعوذ بالله و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی هر یک انسان خیشی تبارو آیلی خیشه رساندنش اوه کردنش گردن بیان بلگی مجبوریت کو همون مجبوریت برای ارشا گردن ممکن رسانه انشاءالله روز قیامت ما رساندگیم گفتگی موار رساندگی گفتگی رخصت ما یکی گواه همون چیز گواه میده است نرسان مگری نمیشه. رسول الله میگن که الجهاد اربعه، یعنی در نزد الله 4 تا چیز هستی، همون 4 تا چیز هم
خودی با جانش و با خونش و با مالش اسلام را حمایت کردگی انسان ها باید و انسان هم ثواب میگیرد. یعنی خون مایا، جان مایا، مال مایا صرف کردن دین مایا حمایت کردگی انسان ها ثوابش همین انسان ها کردیم انشاءالله برابر میشه است. یکمش الامرون بالمعروف، دیگر انسان ها با نیکی چیزهای خدمت و روایدگی چیزهای فرمودگی رساندگی انسان. یک انسان دیده آدم ناس فقط بعضی کارهای ثواب بنده و انسان تن کاسته کساس هیچ همون یک یاری دهنده یا یک توسل دهنده انسان نیست که انسان یک راه بندازه. هوا انسان راه بنداخته به برادر میدونم شما نماز کنید ایشه که شما کردی من جمعه روام از گردنتان فرض جمعه روز قیامت حسابش نموند، از گردنتان فرض جمعه ساخت کرده بگیم گفته بیارم یا که یک دیگه کارهای خیر با دیگه کارهای نفس با یک دوستمای فرمایی مگری هوای انسان همون فرمودن و رفتگی وقتش همون فرمودن و رفتگی عمرش کارش در نزد الله قدردان است و انسان الله در روی خودش حرکت کردگی انسان های قطارش هم می نفس است. و النهون عن المنکر که همون نیکی فرمودگی دومش از بعضی نقصان هایی که و انسان خواهش داشته اندر رساس حوای به یاری دادن همون کارش پتیوندن. نقصان ها بسیار زبان ما در نقصان های فعل ما در نقصان های کسب ما در نقصان های دیگه آیله ما در نقصان های گوییم هم نگوییم هم خدا ما ایان الله با ایان خدا ما درغش پشته بیم آیله ما به نارزگاه هایم نافهمایی گاه هایم خدا ما میدونم پشته هم مساییم خانه گیریان و پوچه خاندانان هایم هوای انسان همون فعلش اگر فهمیدم می به برادر انم کارمی اصلاح کنم گفته و انسان از همون کار ناتورش گردانده تانو مگرید این هم یک در نزد الله در روی خدا که انسان سمشده است. ساننگش و صدق فی مواطن الصبر خودش با صبر کردن در کار بدگی جو میشه دیگه خودش با مشقت نیامدگی جو زیان خودش با باشد هم کار طوریا گبر واسطه قبلگی انسان همیشه در روح خداوندی انسان قطارش است. همون گبر پوشیدم نگودم یا که سکوت کده شنیدم همونجا همون کار پشته میشه همون کار دسته میبرد نکده انسان دلش انده همون کار طوریا پنهانش انسان با خلاص نمیده هوا انسان همون کارا بودگلی زیان کندم همونجا در کار طوری کار حق همون کار راست ایام میشه همون کار راست ایام کردن سخن طوری گفتن کدی خداش زیان بیندم همون طلب طوری و رفتگی انسان داند که و انسان در نزد الله برای خدا برآمدگی منزل اندرده است. یک دمک خم میشتی نفس میشه تو همون گفت گفتیو همون کارت گفتیو مو سر مو بلو کردی بودم خود اینا من نگو مگری دلم سوسوس بو زبان ما سوسوس سپرم در نزد الله تو رو گفتن بلام باشه دگری من طرفی طوریت اختیار کردم در گفته جواب دادیم و چهارمش در راه خداوندی انسان های قطارش نمیشده است قطار همون مجاهد هنده شنان فاسقی یک آدمی به معنی آدمی فاصله آدمی به عقل حقارت کردو این و انسان حقارتش جواب میکردن من اشتیا خب به همون خواستندمی یا که همون گفت تمامی جواب و انسان کتی برابر نشد
با پس انسان با به آداب با به عقل انسان که برابر نشویم دیگر داریم که ما در نزد الله درهای خدا برآمده انسان ها بدیم. یه منا این خیلی بود و خواهش که بدست کی یا که من آقای کجام کم که گفته یکش به یک گویی مداری این منزل مانده نیست. اما امام شافعی در بارشان یک آدم آمده همون منزلانده به حد به ادعا میکنند این کس فقط سه جواب میدهند هموننده شاگردان اساس یک هم میگفته ما خود ما میدانستم یا که همون انسان همون گپش و یراش جواب بدو گفتگنده احمق و با احمقانه جواب تیا مگری هر دو احمق نمیشه گفتن دیما همه خیلی به آدابانه به فراستانه صحبت ها و سخن ها سکوت کردگی انسان دیمک داند که به انسان در راه خداوندی قطار همون برای خدا اومده هم مجاهد های جهاد کردگی انسان های قطارش از قیامت جمع شده است. همون گواه در قلب است. یکش با یک گفته فردا از ملزم شدن خدا واسه کرده حسابش روز قیامت بتگم گواه اعلی. صنعی حدیث حبیب الله الى عباده یحبکم الله. رسول میگن که بنده های خداوند الله نام نشان دهید همانند الله شمایم ناز ببیند. یعنی دیگه انسان ها الله همه خیلی رحم دلشه ای وای وای پشتاقیشه خطاها ما یراش این دنیا عذاب نداشته و تا جان ما هایی توبه کنم همون خطاها ما مغفرت کردنش رسانه مگری فهم مگری الله ما دوست می‌داشته است. عکس این چه میشه از الله گردن یا گردانه مگری یا ناامید کنیم مگری الله ما جای دوست داشتن و قطاری شیطان لعین حساب میکنه است. برادر خدا میدونه الله میداند الله شرمنده نکند پشت هم است در نزد بنده ها شرمنده نکرد یا که خطا به یرشه یگان تا اعضا تا فلاج نکرد توبه کنه خدا تو همه خرحم اساس تیام خدا برحم کنه گویی مگری همین گپا گفتن که ما در نزد الله منزل ما بلند شد رفتن میگه است. دیگه انسان های خدا و گرداندن که الله و گرداندن که ما در نزد الله در نزد خدا منزل ما بلند شد رفتن میگه. از عکسش شدن خدا نگه دارد. مثلا همیشه میگویم بعضی گپچه ها تو حال امرتا لبمون حج برویم 40 حج کنیم یا که بعضی ها میگوید که دریای نیلند آبوزی کر بیم ته گناهات پاک نمیشه میگوید خدا و شک آورده. همین خیر از نام الله از حکم کردن احتیاج من میبخشم گفته الله بگو الله نمیبخشد گفته الله به تحمت کنه مگری کیزیان ببیند همون گفته دادم زیان ببیند. برای همین یک انسان ما خطاش و شاهد باشه مگری ما و انسان توبهش و شاهد نیم کو همون امید توبهش کرده و انسان با الله الحمدلله پیشکش کرده بودن گرم. افسوس که همه خیلی بعضی خطاها کتی و انسان ها حکم دادن آسان شد. الله حکم میکند روزی حکم
روز قیامت الله حکم میکنه. تو موبایل شما موبایل یادگیراتون حکم کنتون، یادگیراتون مسلمان و غیر مسلمان حقانگی و حقانگی گفته حکم نبراتون، الله با قسمتون، الله با کارتون، الله نبینانتون گفتمی ما جایی حکم کردم با بنده هاش الله با رپرکم نگریم، الله با گرگم نگریم، گفت خدا و رپرکم نگریم. همین چیزا ما نقصان ما هست. صانع حدیث حبذا متحرفون من أمتي في الوضوء والطعام. این حدیث موضوع بیرون باشد هم امت با حتی کاری سنت از مبین ترک سسته همون کار سنت برای زنده کردن از نوجش و آوردن. این حدیث صدر آوردن تصور که چه هم امتهای نازمات هم چه هم امتهای نازمات ویها خود در طهارت ما بین انگشتاشون حلال کرده با این از طعام پیش و بعد طعام هم دستاشون میشونه نفتن. این طهارت هم در انتی در ما بین لیلکومیا حلال بکنیم کو همه خیل کرده که ما پیامبر خدا همه خیل فوران بود است. خود همه خیل کار فوران میکنن امت ها بعد طعام پیش هم و بعد طعام هم دستاشون شویان میفتن. من به خوش خودم دستم نمیشیم، من به خوشم میخورم گفتم همه خیل خواه در خانه خواه در دیگر جاها دست ششتن از طعام پیش و بعد طعام براشش توست. این چیزا خود ما مدنیت گفته آواسیمو این اصلش در نزد اسلام انده بیمدنیت اسلام میشه. پیغمبر خدا از طعام پیش دستشو به طعام دستشو بتنمی دیمه این مدنیت اسلام، این فرمایش رسول خدا. این چیز در نزد الله ما یک قدر ما میبرشته. این چیز دیگه ما امت پیغمبر شده پیغمبر خدا پیروی کنم اگر الله بسم دارم می الله دارم بساره دیمه ما آدم نازم همه کار پسرگو میان برای امت خاص شدن و برای در نزد الله بندی بلند شدن نقش شدن حرکت میکنیم. مویا در نزد الله منزل مویا چخیل بدنش فهمیدن خواه مگری در نزد ما در حضور ما حکم های خدا الله خداش حکمش چخیل منزل در باشد گری مثل همین در نزد الله منزل ما گفت خدا برای ما یحکم باشد، گرودگی خدا یحکم باشد، جماعت خدا یحکم باشد، کارهای نفس یحکم باشد گری دیمک در نزد الله باید منزل ما بلند. عکسش بوده عبادت ها پراکنده لقمه هانده علالش سخن ها ما از حد خدا بیریم خواه دروغ و خواه تهمت و خواه بیهده جای جماعت با خدا ما تنها خواندن اختیار کردن ما یا که جای مسجد با دیگه جاهان در موندن ما این مایا منزل مایا پس رفتنش با اشاره میکرده است. او حضرت عمر قصه شما بکنید سه سبب کتی از جماعت خفتن موندن مدینه چه روزه برمودن که یکان خفتن رفتن بگه نمود 25 بار 27 بار خوندنم همون چیز قلبش ما تسکین نداد. یعنی با جماعت بدگی عبادت در نزد الله مایا قدرمو بلند بودگی شد فهمودنش نکرده. آخر صحبت موندن انویستان هم ایران بود تو رمضان هم تاریخ تمامی سپر گفته سچاتا برادر ما سوی اتفاق شده همون خیلی سربری کرده مسجد متعارفانه ابوالقاسم
انشالله همین معنا سنیم انشالله رمضان مدام برمگری بعد رمضان در مسجدم همون سر کرد همون شنم تر کرده میکردگی مجرم های همون قربان موال بهتر جماعت واشتا کرد مرا داشتا کرد همین چیز با سوی با همین معنا ده تو همون ریمونت همو بشیدن اکن سر شما کمی کرده چونکه مویت در دوام شما میشه تو التمام دوام شما بوده تو دست شما ما قوتن بگیریم انشالله برای همین تو همون ریمونت همو بشیدن امکان قدر همون بیرون با از این جمعه سویت قدر سی چون تا قطع میمونن تا آخر ریمونت امکان قدر یکسن نمسن همت که باید تو نگری جای خدا مویا خدا ما آباد کردگی و در نزد الله مسجد ساختگی گفتگی منزل با انشالله موفق میشم ناسب میشم برای همین بیرون با همون باشگاه شاورگاه سه چهار تا خطه بودن هر جمعه که ایران خیلی کنم همه آدم پیش دنبال رفتن برده یک سمی نسمشه که اون خطه با پافتن با خواه با اعتبار قسمی به اعتبار قسمی همون خطه که بودن که یک سم باشدن بین باشدن باشدن تا انشالله ریمونت ما تا یکم شدن همین چیز با انشالله با شما کتی با یاری شما کتی همین چیز با رسیدن ما و امید ما های از الله منو شما و همین خیلی آبادانی مسجد نصیب کند سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله پروردگار سید العالمین دعا میکنیم دعا همه اجابت بکنی پروردگار اول گفتگی چیز ما خدا ما عمل کردن و شنوندگی چیز ما عمل کردن ما و همون شنوندگی چیز ما دیگه انسان ها رسوندن پروردگار اول توفیق دهی پروردگار ماهای مبارک ماهای مبارک و بهتر صحت رسانی از این ماهای مبارک عبادت کردن و روزه داشتن و شبهای رمضان تراویح خواندن پروردگار توفیق دهی از مابین بیمار انسان ها بودن در شبهای مسافری و دیگه بیمار انسان ها بودن الله هوای انسان ها حرمت این روزها حرمت اسم عظمت هوای انسان ها شفاتی پروردگار مسجد های آباد کرده انسان های آباد میکنن قیامتش روز قیامت چه گفتی و من وعده و امیدوارم پروردگار آباد گردانی بس این نیت بس این مقصد و مردم پروردگار خود بیان از مقصد ها و زیادش خود عطا کنی و صلی الله خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك.